تابع سام چیه؟ 5 تا ترفندی که مرتبط با تابع سام هست چیا میتونن باشن؟ این ویدیوی 4 دقیقه‌ای رو از دست ندین. برای داشتن جمع یک ستون کافیه زیر اون ستون کلیک کنید و دکمه آلت و مساوی رو با هم به طور همزمان فشار بدید. میبینید که جمع اون ستون رو به ما نمایش داد. برای ردیف هم دقیقاً همین کار رو انجام بدین. اگر میخواین جمع این ردیف ها و ستون ها رو به صورت همزمان داشته باشین، کافیه یک ردیف و یک ستون بیشتر از محدوده رو انتخاب کنید و دکمه آلت و مساوی رو به طور همزمان فشار بدین. برای داشتن جمع سلول هایی که پشت سر هم نیستن، کافیه تابع سام رو بنویسید و دستتون رو روی دکمه کنترل فشار بدین و سلول های مورد نظر رو انتخاب کنید. میبینید که علامت کاما به صورت خودکار توی فرمول نوشته میشه. حالا پرانتز رو ببندین و دکمه اینتر رو فشار بدین. این ترفند برای هر تابع دیگه قابل اجراست. در یک ستون تابع سام رو بنویسین و اولین سلول در محدوده مورد نظر رو به عنوان مرجع انتخاب کنید و علامت 2 نقطه رو بذارید و باز دوباره همون سلول رو به عنوان مرجع دوم انتخاب کنید. روی مرجع اول کلیک کنید و دکمه F4 رو فشار بدین. حالا تنها کاری که لازم انجام بدین کپی کردن اون تابع برای بقیه سلول هاست. همونطور که میبینید هر سلول جمع سلول های قبلیه. داشتن جمع سلول A1 توی شیت های 2 تا 4. تابع سام رو بنویسید، پرانتز رو باز کنید، شیت 2 2 نقطه، شیت 4 علامت تعجب A1. ما جمع سلول A1 توی شیت های 2 تا 4 رو میخوایم. ببینید سلول A1 توی شیت 2، شیت 3 و شیت 4 که جواب جمع اون رو توی شیت 1 میتونید ببینید. ما جمع ردیف 1 توی شیت های 2 تا 4 رو میخوایم. تابع سام رو بنویسیم، مساوی سام پرانتز باز، شیت 2 2 نقطه، شیت 4 علامت تعجب 1 2 نقطه 1. 1 2 نقطه 1 محدوده ردیف 1 رو برای ما مشخص میکنه. پرانتز رو میبندیم و اینتر رو فشار میدیم. همونطور که ملاحظه میکنید جمع ردیف 1 توی شیت 2 شیت 3 و شیت 4 رو توی شیت 1 داره به ما نمایش میده. مجموع ستون A در شیت های 2 تا 4 مساوی سام پرانتز رو باز میکنیم، شیت 2 2 نقطه، شیت 4 علامت تعجب A 2 نقطه A محدوده ستون A رو برای من مشخص میکنه در شیت ها. پرانتز رو میبندیم و اینتر رو فشار میدیم. همونطور که ملاحظه میکنید مجموع ستون A در شیت دوم، شیت سوم و شیت 4 برای من قابل نمایشه. جمع یک محدوده مشخص از چند شیت. فرمول رو بنویسیم، مساوی سام پرانتز باز، شیت 2 2 نقطه، شیت 4 علامت تعجب محدوده مورد نظر من A1 تا D2 هست. اینتر رو میزنم.